سوالم همه بود که میگن که اگر نام انسان محمد باشه یا که احمد یا که عبدالله، مقصد که راست بهشت میرود. اساس ندارد. نه یگان اساس ندارد خواهرها. همین سوال پیشتر هم شده بود، سوال رو فهمیدم. من بط عمله لم یسرع به نسبه بود، حدیث خطا نکنم. کسی که عملش سست است نام و نسبش او رو به پیش نمیبرد. یعنی وقتی که تو عمل صالح نداری، نامت محمد باشد، حبیب الله باشد، اولیاء باشد، هم تو رو اصلا به داخل جنت نمی کند. نام و نسب در مسئله داخل شدن به عمل یگان رابطه ندارد و حتی نسل و خویش و تباری از زادگان پیامبر باشد هم پسر نوح چه خیلی میدانیم، اگرچه پسری پیامبر بود، او رو الله چی گفت؟ انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح، و از اهل تو نیست، او غرق می شود، از جمله کفار است. یا همسر حضرت لوط یا باز همسر حضرت نوح. یعنی با نام و نسب انسان کسی به جنت نمی رود مگر با عمل های صالح. یک خرافات دیگر است که نامد رو محمد کن و هر غلطه می توانی بکن که یگان اساس ندارد و منطقا هم باید این رو فکر کنیم که نام چی فایده دارد. و کسی نامش اصلا نه او رو اهل جنت میکنند نه اهل دوزخ، فقط نام هایی که معناهای بد دارند یا نام های کفری و شرکی هستند، مانند عبدالرسول یا یگان نام های هندی و چیزی دیگر. اینها رو دیگر کردنش سنت می باشد که پیامبر دیگر کرده بودند.